همه بچه های مردم داماد شدن رفتن نوه دارن. این دست خر نشسته کنار ما. رفیقم جلو بقیه بعضی اوقات یه جوری دعوا میکنیم همه میگن اوه اینا رفاقتشون تموم شد، اینا این دفعه دیگه اینا عمرن. فردا میبینن ما دست تو دست هم تو شانه هم دارم بستنی میذارم دهن هم میره. شاید نظرتون این باشه که چرا هستن، چرا اینجوریه؟ ما اینجوریه، ما دهن هم سرویس کنه عاشق همه. فضولیش هم به کسی نیومده. خیلی لطف کردم این حرف بد نزد ما آقا فوزولیش. میگم با این میتونی دعوا کنی؟ این؟ داشت این فقط هیکل گنده کرده. ایول هم میتونی. آره این چیزی نیست که گنده تر از این هم دادم. ایول همون پاشو بالاخره یه دونه گندلات پیدا کردم. با این دعوا کنی دیگه. دعوا چیه؟ گفتی الان با این دعوا میکنم. آدرس نپرسیدی مگه؟ بچه اینجا نیستم من. بچه اینجا نیستی نه؟ اینجا نیستم. عوض شدم چی؟ آره باشه دمت گرم. دعوا نمیکنی. دعوا نیستم. چیزی نگفتم. مخاطب در حال خدا شاهد تو ای بدونی قبله کدوم طرف. واقعا ما که ترسام که ازدواج کنم بعد شب دفعه زنو مورد دار کنه عزیزم بگم چیه چیکاره؟ یه صدایی میاد از تو آشپزخونه، درو وا بکنم ببینم یک قول 2.5 متری مثلا یک شمشیر قدی تو تاریکی دست صورتش از ماسکا روش خون مثلا منتظر مویه. مثلا برو عزیزم برو عشقم من به تو افتخار. آبدی چیر به مو افتخار میکنی؟ مو مشهدیام بتمن که نیستم مثلا برم چیکار برم یه چوکی مثلا برم بشینم چه عکس داداش خانه مویا دزد چیکار کنم خودم تقدیم میکنم برار بیا هرچی میخوای بدوز درم ببندم قفل میکنم نیاد سمت ما. چون آقا ما خودم ریدم آقا واضح مایم ریدم والله واضح مایم ریدم. برای چی منو بردی اینجا؟ علی کاکو نگاه بکن آوردن پیش تراپیست باهات صحبت بکنه مشکل اول بودن رو تا حل کنه. اما من نمیخوام. آقای عبداللهی اومدم. سلام آقای عبداللهی، من در مورد پرونده تو خیلی تحقیق کردم. مشکلتون اینه که سریع عاشق میشی. آره میدونم عشقم. بچه غذا کم میمونه بعد نون باشه. تو با نون دیگه بیا. من نمیرایی برم شما قرم ساقا همشو میخوری. نه نمیخوری. میشناسمتون که اما به خدا نمیخوری. قسم خوری تا. برو نخوری تا. باش برو. اما این نیومد بیا تو بخوری. نه قول دادی. اما این چرا نیومد؟ 2 ساعت شد نیومد بخوری. همین تو برش داد بخوری. ای لشیا دیدی گفتم ای برم میخوری. سلام. این چیه؟ این جعب شیرینیه برای شما. پرونده به چه دیگه زحمت بکنه؟ چی بکنه؟ چیز ثبت نام به چه ثبت نام کنه. آها به نام؟ ببخشید به نام خدا این پرونده به چه ثبت نام. یعنی میگم اسمش چیه؟ اسمش مهندسی. شما تازه از روستا اومدین شهر درسته؟ آره. خب بعد یه قولنامه خونه برای ما بیارین که بدون خونه کجاست. قولنامه؟ بله. یار خاک سر بگورتون قولنامه اومدی. برو الان میام. سلام. قولنامه. این قولنامه مال محدوده ما نیست. مال محدوده ما نیست. نه همین 3 تا کوچه بالاتره دیگه. محدود شما کوچیه. محدود ما فقط همین کوچه خودمون. خب تی محدود دیگه مدرسه دیگه این ما حالا چیکار کنیم؟ یک کار بشه. چیکار؟ میری بونگا یک چیز اضافه بهش میدی، یک قولنامه سوری می‌نویسه هم کوچه ما. قولنامه خاک سر گفتم قولنامه سوری. برو. سلام. قولنامه سوری. این بچه تو به درد معصوم ما نمیخوره. چند تا نمره 19 داره. 19 گفت تلاش که درسات 21 برو. نگاه حالا 19 گرفتی راه نمیده گوپ که. ولی میشه یک کارش بکنه. چیکار کنی؟ کمک به مدرسه. اما به قرآن یکی من به ما کمک کنه خود ما به بخت بیچاره. حالا چندی است؟ 10 تومن حالا اگه دیری بیشتر. 10 تومن به خدا ما کوجی بیرم ما اینجا به بدبختی خنه گرفت. مدر. بقیه از من میخوام چیپس بخرم. گفت 10 میلیون نگفت 10,000 تومن. با بابا میگم که کیسنش پول دزدی. اما حالا نمیشه یه قسمت میکنه. چرا 5 تا اول سال بده 5 تا بزن 5 تا آخر. من گورو تاریده. حالا ما کمودم خب ولی کاش برو کمک به مدرسه میشه. رو بده تو کارت برو کارت بعد خرید. دختر همسایه حامله است برم به باباش تبریک بگم. با آقای سیکیم خیاری تبریک میگم دخترتون دیدم بچه تو شکمشه. نه این دیشب فلافل خورده بچه نی گوزه. یا خدا ای که باباش گفت بچه نی گوزه وست برم بهش بگم. آقای سیکیم خیاری تو شده دخترتون دم دردیدم گوزش هم بغلش بود. خدا مردم از خوشگلی. داداش خیلی مخلصم. با استایلت خیلی حال کردم. چکر داداش. داداش تو این کیف 1 میلیارد وجه بوده. جون ما. میخوامش بدم بهت. گم کو بده ببینم. ولی یه دونه شرط داره. چه شرطی هست؟ دیگه با لهجه مشهدی صحبت نکنید. شو کاره؟ برو خاندانت.
ببین دختر بیچاره نگاه چقدر ناز موهاش خرگوشی بسته. ها واقعا دخترها خیلی راستی فهمیدی محمد به چش دختر شد عرفان؟ چی میگی؟ اسمش هم گذاشته الناز. اینقدر دختر دوست دارم چون تو موهاشون خرگوشی ببینن گوشمان اینا. خدا بهش ببخشه. پسرها هم خیلی بانمکن، کار ندارم. حالا سالم بشه مهم نیست. ولی دختر وای جون تو. به به عجب آب زلالیه. بیا میگه داری بشاشی خاندان دیگه. خاک تو سرت همین یمال 5-6 سال تو کوچیک‌تره جام جهانی گیره. خب چه ربطی داره بابا جان؟ ایلان ماسک هم از شما کوچیک‌تره. باشه یالا گم شو برو از خانه بیرون زبون در آورده بر ما. بابا دیر وقته. بکن یاله باشو بکن. علی من خیلی میترسم. از چی؟ از اینکه بیای خواستگاریمو خانوادم قبولت نکنه. وای خدا نترس. آبغرد اینو بخور. آمون نترس، من یه مردیم مثل کوه پشتتم. از چی میترسی؟ من نمیام. اگه جرأت داری بیا بندازم یره. نه ما پیاده ام. چی داری میگی؟ من دارم دایر مالی الان ما پیاده ام. باش محمد این هم از هوندا تعریف میکنن یعنی چی؟ هوندا یعنی سی بی دنیای فقرا، هوندا یعنی عشق لاتی، هوندا یعنی مرام و معرفت، هوندا اصلا یعنی عشق. باش محمد بشین بریم شما. نگی قراضه جور جاهای هم میره. قراضه که قیافت این موتور تپه صخره جنگل منگل کوه دره همه جا میره. فقط بشین بریم. خدایا پام بشکنه ولی راهنما موتورم نشکنه. راست تمام شد حرفت ما رو برسون عجله. پیاده شو. هوندا رو راهنمای والدین میخواد چه الکی که نیست. سکتی. نگاه به چه خوشگل سی بی خریدی پشتش نوشتی حسبی الله، بی زحمت پاکش کن می‌نویس حسبی بابا. حسبی الله رو ما باید بنویسیم که با پول کارگری هوندا خریده. ما قربون این موتور برم. هیچ وقت ما رو زمین نزده، مثل رفیقام هم به پشتم خنجر نزده. خداحافظ. دار چی شدی؟ برام ما حالا با این موتور اصلا زمین نخوردم. فکر کنم چشمم کردی حروم. یه قلوب بده. چی؟ یه قلوب بده. یه قلوب بده میریزم. نمیدم. او ام پی هم خریده. این شوخی رو مکمل. این شوخی رو بده یه قلوب تو نمیدم. بده یه قلوب میریزم. تو رو دوست دخترت حساسیستی رو مکمل حساسی. بده میریزم. بله کاکو تو هیکلت قشنگه اول دخالت نکن. بده بگی یه لحظه وایسا. جان مال من نیست، مال ایه. میکند. باید چیه نمیدی؟ چلو گوشت. چیه بابا من هر چی میخوام تو چلو گوشت بده. الان نمیخواد چلو گوشت بدی؟ نه نمودو. خب ما زنگ میزنم سعیدم میگم یک سی بی 1000 خورده گرفته بیام ببرنش. نگاه کو یک چیزی میخوام بهت بگم آویشش گوزت کو. خب اصلا هیچ وقت تو زندگیت آدم فروش نباش. الانم برو اینجا وانس بودو. الان حرفتون ره. ها الان منم زنگ میزنم سعیده. بیا قلت کردم. بیا شوخی کردم. دو پرس چلو گوشت چشم. چی کار میکنی؟ کسی زنگ بزنه به مامون خواهرش کنه. همین خور من هم نمیشه. قیمتش چنده؟ 3.5. دیوونه من این نمایش بغله رو میگه 2.5. داداش خب برو نمیشو بغل بگیر. دیوونه ای مگه خداییش؟ تو کی بودی؟ صاحب نمایشگاه بغل. ای